استقبال گرم مردم در استرالیا از آریانا سعید و توهین آریانا سعید به هزاره‌ها. آریانا سعید در کدام شهرهای استرالیا کنسرت‌هایش را برگزار کرده است؟ افشای حقایق و رازهای عجیب آریانا سعید در این کنسرت‌هایش و قهر عصیب که اصلا باورتان نمی شود. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید هنرمند خوشقلب، خوش صدا، ناماشنا، محبوب و یکی از هنرمندان سرشناس افغان بوده است که آریانا سعید طرفداران هنری خاص خودش را نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان دارد. آریانا سعید یگانه هنرمند افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح بین الملل برگزار می شود و درآمد خیلی خوبی هم از کنسرت‌هایش داشته است. آریانا سعید طور کنسرت‌هایش را به کشور استرالیا برگزار کرد. تاکنون آریانا سعید در 2 شهر بزرگ استرالیا کنسرت‌هایش را برگزار کرده است. کنسرت روز گذشته آریانا سعید مورد نقد فراوان کاربران صفحات اجتماعی قرار گرفته است. آریانا سعید در یک قسمت از این کنسرت به مردم هزاره‌ها توهین کرده و نخواسته با دختر خانم‌های هزاره عکس بگیرد. ولی آریانا سعید طرفداران هنری خاص خودش را هم داشته است. این جالب است آریانا سعید تاکنون چندین آهنگ به زبان شیرین هزارگی سروده است که از جمله یار بامیانی، علی جو و آخرین آهنگش که در امریکا برگزار کرد به نام یک یاری دارم. آریانا سعید در این کنسرت از اسیب نامزدش هم خفه می باشد، ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای آریانا سعید. همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به لای منان سپرده موفق و کامگار باشید.